دنیای امروزی که توش زندگی میکنیم بر پایه کامپیوترها شکل گرفته. منظور ما دنیایی شبیه به فیلم ماتریکس نیست، بلکه دنیایی که رایانه ها دارن جای انسان ها رو میگیرن. اگه دقت کنید میبینید که توی چند سال اخیر خیلی از کارهای انسانی به ربات ها سپرده شده و این ربات ها هستن که کارهایی مثل تولید، خزش سایت ها و خیلی چیزهای دیگر رو انجام میدن. با همه اینها ابرکامپیوترها یا به قولی کامپیوترها مصرف انرژی خیلی زیادی دارند. برای مثال فقط مراکز داده یا دیتا سنترها توی سال 2022 240 تا 340 میلیارد کیلووات در ساعت انرژی مصرف کردند که حدوداً 1 تا 1.3% از کل برق تولیدی جهانه. این رو هم در نظر بگیرید که گوشی‌های توی دستمون، کامپیوترها از جمله لپتاپ‌ها جزء این آمار نیستند. برای مثال یک کامپیوتر معمولی حدوداً 170 وات و یک لپتاپ معمولی حدوداً 60 وات انرژی مصرف می‌کنه. اما همه اینها رو گفتیم که به این جمله برسیم: کم مصرف ترین ابر کامپیوتر جهان چیه؟ چه مقدار انرژی مصرف می‌کنه؟ کم مصرف ترین ابر کامپیوتر جهان کامپیوتریه که توی بدن ماست. این کامپیوتر اونیه که با واکسن کرونا وارد بدن ما کردن. نه ببخشید اشتباه شد، این کامپیوتر مغز ماست. مغز انسان خیلی بیشتر از بعضی از ابر کامپیوترهای الان توان پردازشی داره و کارهای متعددی رو هم انجام میده، اما انرژی که مصرف میکنه فقط 12 واته. بله 12 وات. فکر نکنید که این مصرف تفاوت زیادی توی خواب و بیداری داره. این مقدار توی خواب و بیداری فرق آنچنانی هم نداره و حدوداً همین مقداره. مغز انسان توی یه ثانیه میتونه 1000 میلیارد یعنی 10 به توان 15 عملیات رو انجام بده. دلیل این کم مصرف بودن هم به چیزهای زیادی بستگی داره. مثلا مغز هر زمان بخشایی رو که نیاز داره فعال میکنه، یا حتی وقتی این بخشا رو فعال میکنه از 100%شون استفاده نمیکنه و به مقدار نیاز ازشون استفاده میکنه. کارهایی که مغز برای بهینه‌سازی انجام میده بسیار زیاده و اگه بخوایم توی این ویدیو بگیم نه حوصله شما میکشه و نه ما سواد کافیش رو داریم. از این موضوع هم بگذریم، جالبه که بدونید مغز حدوداً 20% از انرژی کل بدن رو مصرف میکنه، با اینکه در کل 2% از جرم بدن رو تشکیل میده. حالا نظر شما در این مورد چیه؟ لطفاً کامنت کنید.